سقف آسمان عالمتر و حافظتر از امام بخاری به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را ندیدم. در زیر سقف آسمان از امام بخاری حافظتر کسی نیست به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت امام احمد حنبل صحبت هفته گذشته کرده بودیم و شما بیان کردیم که با همو بزرگی و مرتبت میگوید خراسان بزرگ همانند بخاری را از خود خارج نکرده است. خراسانی که وطن اینقدر بزرگا است، خراسانی که اکثر کل محدثا از همونجا خارج شدیان، میگوید به مثل امام بخاری تا هنوز از خود خارج نکرده است. ابو حاتم رازی یک محدث به نهایت بزرگ است. در حق ابو حاتم رازی احمد ابن سلمه نیسابوری، همون شخصی که بخاری را هنگامی از نیشاپور خارج شدن به تنهایی اومد و گسیل کرد، محدث روایت میکند که بعد وفات اسحاق ابن راهویه و بعد یحیی ابن معین که آفتاب تابان و درخشان در علم جرح و تعدیل بدند، بزرگترین عالم جرح و تعدیل ابو حاتم رازی است. ابو حاتم رازی میگوید نه خراسان مانند امام بخاری را از خود خارج کرده است و نه در بغداد به بزرگی امام بخاری کسی داخل شده است. خارج کردن خراسان ایست بسته از زمانی که شهر بغداد ساخته شد، پایتخت اعلان شد، به بزرگی امام بخاری کسی داخل بغداد نشده است. این قول بزرگا در حق امام بخاری است. سبحان الله. امام ترمذی صاحب جامع السنن که ما و شما خوب میدونیمش، جامع السنن امام ترمذی در صحاح سیته داخل است، بسیار معروف و مشهور است. میگوید در عراق و خراسان و حجاز در علت حدیث، یعنی کمبود حدیث یافتن، در تاریخ، در شناختن سند حدیث عالمتر از بخاری کسی روا نخوردم. و قصه میکند که باره امام بخاری میگوید در نزد عبدالله ابن منیر محدث بزرگ بود. عبدالله ابن منیر یک دو سوالش کرد، بعد از جاش قایم شد، گفت ای ابو عبدالله، خداوند تر زینت امت اسلامی گرداند. استاد در حق شاگرد دعا کرد که یا ابو عبدالله، خداوند تر زینت امت اسلام گرداند. ببین دعاش مستجاب شد. امروز ما فخر میکنیم که الحمدلله در عالم اسلام بزرگ مثل امام بخاری پای به عرصه هستی گذاشته است و کتابی را به این بزرگی نوشته است. یک محدث بسیار بزرگ است، استادی اگر تمام محدثان گویم غلط نمیکنیم. ابو رجا قتیبه ابن سعید بغلانی، این شخص در عنفوان جوانی از امام مالک و از سعد ابن لیث ابن سعد ببخش مصری احادیث برداشته بود. بعدا تمام محدثایی که امروز نامشون میدونیم از اونا آثار باقی گذاشتند، قریب به همگی اومده در نزدش تعلیم حدیث گرفتند. احمد ابن حنبل شاگردش است، یحیی ابن معین شاگردش است، ابو حاتم رازی، ابو زرعه رازی، علی ابن مدینی، بزرگایی که نامشون در طول دو سه درس اخی با شما بیان میکردم. اصحاب صحاح سیته غیر ابن ماجه 5 نفر دیگرش همه شاگردای همین شخصی بزرگ هستند، همه در نزدش درس خوندند. باره گفت از شرق غرب، یعنی از عالم اسلام، مردم به خاطر شنیدن حدیث از من، علم حدیث گرفتن، کوچ کرده می اومدند. در میان همه این طایفه از ابو عبدالله محمد بخاری عالمتر کسی نزد من نآمده است. گفت مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثین، ببینید محدثای عصر بخاری بزرگترین محدثای اسلام هستند، مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثین مثل مرتبه و منزلت حضرت عمر در میان اصحاب بود. سبحان الله. قتیبه ابن سعید بغلانی میگوید اگر بالفرض امام بخاری در زمان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد میشد، با وجود همین یک آیه از آیات خدا بود، یک نشانه از نشانه های
بزرگی خدا بود. همون وقتم اعترافش میکردن. استاد شیخ اسحاقی راهوی باره وقتی که بخاری علت 11 حدیث براش بیان کرد، گفت ای مردم، همین محمد خردسال میبینید، قسم به خدا اگر ای در زمان حسن بصری زندگی میکرد، با وجودی آن که امام حسن بصری 500 صحابی پیغمبر از یالت کرده است، از اونا علم آموخته است، مردم باز محتاج به همین علم بخاری میشدن. یک شاگرد دارد امام بخاری با نام ابو عمرو خفاف. وقتی که از بخاری حدیث روایت میکند میگوید حدیث کرد به من مردی پاکیزه روزگاره که آفتاب به بزرگتر از آن هرگز نتابیده است. به بزرگی او شخصی را نه در غرب نه در شرق من ندیدم. بعدا میگوید در دوامی سخنش که هر کسی که نسبت امام بخاری دشمنی میکند او از راه و جاده مسلمانان دور است. هر کسی که نسبت بخاری بهتان را روا می‌دارد یا قول بهتانگرا را در حق او قبول میکند، لعنتی خدا بر او هزاران بار باد. زیرا مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثان چون امام احمد حنبل و امثال او بزرگها 20 درجه بالاتر بود. از امام احمد حنبل و امام احمد ها در علم حدیث بخاری میگه 20 درجه بالاتر بود. پس هزاران لعنت بر کسی که بر این مرد بزرگ طعنه را روا می‌دارد. سبحان الله. این است بخاری. چنین یک جوان مردی بود، چنین یک شخصی صالحی بود. گفتیم که ابوبکر ابن ابی شیبه بازیلش میگفت در علم حدیث. ابن حجر عسقلانی شارح بخاری، شارح صحیح بخاری، میگوید ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری یک جبل حفظ و امام فقیهان و امام محدثان است. محدثان عالم، یک مذهب نه. اولش که یک جبل حفظ است، یک کوه حفظ است. با این قوه حافظه خدای تعالی از مخلوقات کم آفریده است. ثانیاً امام فقیهان و محدثان عالم است. یک شمعی بود از گفتار بزرگا در حق بخاری تا اینکه شما بدونید که این چی شخصیت است، چی مرتبه و منزلت دارد. او کسایی که ما سخناشون براتون آوردیم بزرگترین علمای علم حدیث هستند، بزرگترین محدثین اسلام هستند برادران. هزارها هزار سخن است، من از میانشو گلچین کردم، یک دسته گل همچه یک دسته گل تا اینکه به شما هدیه کنم. زیرا وقتی ما امکان آن ندارد که همه او سخنها را برای شما بیان سازیم و شما هم امام بخاری نیسته که همه سخنهای ما را با یک بار حفظ کنید. با وجود اینقدر علم دانش، پرهیزگار، با ورع بود، بسیار خدمتگار بود. خدای تعالی همین خیلی حافظه قویش داده است، با شبانه روز کار میکرد، در پی علم بود، علم آموخت، میجست. هر وقت مانده میشد است، مانده میشوه انسان وقتی که تن جانش راحت طلب میکردن، خود را مذمت میکرد است که یا ابو عبدالله تو شرم نمیداری؟ دهقانا در زمین کار میکنن مانده میشوند، هنرمندا به هنر مشغول هستند، آهنگرا آهنگری میکنن، زرگرا زرگری میکنن مانده میشوند. او تو همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار شب و روز اقامت میورزی، دائم در صحبت پیغمبر هستی، دائم در حلقه پیغمبر هستی، تو نخوا مانده شوی؟ به همین خیچه تسکین میبخشید است و با کار دوام میداد. یا الله، اگر یک نفری ما ای 1001 حصه کاری او را کرده باشه میگیم به همین تمام کاری ما در دنیا خلاص شد که وقتی استراحت سر زد. اما بخاری تا آخر حیات محنت میکرد، مشقت میکشید، می نوشت، می آموخت، در طلب علم بود. از همین خاطر بود که مستجاب دعوه بود، دعاش اجابت میشد. بخاری خود میگوید در حیات 2 بار از برای کار دنیا دعا کردم، از خدا طلب کردم، هر 2 بارم خداوند اجابتش کرد. بعد دیگه میگه برای دنیا هیچ طلب نکردم، ترسیدم که مبادا ای
ثواب آخرتم کاسته شود. یعنی در این دنیا خدا به تمام با ثواب آخرتم کاسته شود. برای همین تمام مشقت تحمل میکرد، پیش خدا دعا نمیکرد. و اینو خدای تعالی اگر دعا میکرد که خداوند همین دشمنام در پیش چشمم خور کن، همونجا خور و ذلیل میشیدن، اما این کارو نمیکرد. همون محنت و مشقت امتحان تحمل میکرد. واقعا مستجاب دعوه است امام بخاری. وقتی که از بخارا هم رانده شد، آمد به دهه خیرتنگ، دهه پایروق امروزه که گفتیم در نزدیکی سمرقند قرار دارد، در خانه یک خیشش با نام جبرئیل ابن غالب همونجا دعا کرد. گفت اللهم انه قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. پروردگارا گفت زمین به همین وسعت و بزرگیش امروز برای من تنگ شد، دیگه در هیچ جا چشمی دیدنم ندارن. از نیشاپور بیچاره خارج شبانه برآمد، از بخارا خارج شد، زمین به همین وسعتیش برا نمیخنجاله. خدایا گفت روح قبض کن. یا الله، خدایا گفت جان ما قبض کن. یک ماه نگذشته بود از دعای کردگیش که خدای تعالی جانش قبض کرد. در شب عید فطر، در شب عید رمضان، شبی که صبحش عید میشه، پیش نماز عیدش کردن امام بخاری را. مستجاب دعوه بود، اما دعا نمیکرد. چرا؟ زیرا بعضی از اولیاء الله هستند که میگن که برای کاری دنیا باید دعا نکنی، باید صبر کنی. مولوی روم میفرماید قسم دیگر میشناسم ز اولیا که دهنشان بسته باشد از دعا، از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع بلاشان شد حرام. من یک عده از اولیاء الله هم میشناسم میگه که هیچ وقت دعا نمیکنن، هرچی آید نزد ایشان خوش بود، آب حیوان گرده در آتش بود، زهر اندر کامشان شکر بود، سنگ اندر راهشان گوهر بود. هر محنت هر مشقتی که به سرشون میآید با صبر تحمل میکنن تا اینکه مبادا از ثواب آخرت مکاسته نشود. جملگی یکسان بود شان نیک بد، از چی باشد این زی حسن ظن خود. همه براشو یک است، یکسان است. سببش چی است؟ حسن ظن، گمان نیک در حق آن که هر چی به سر میآید همه این امتحان های پروردگار است، به تقدیر خدا است و صبور می شدند. چنین یک جوانمرد، چنین یک بزرگ الحمدلله در میان مسلمانان طلوع کرد، از میان ما گذشت، اما بعد خود ببینه که چی آثار بزرگی گذاشته است. انشاءالله درباره آثارش مختصرا صحبت کنیم. از امام بخاری در کتب تاریخ، در روایات 27 اثر ذکر شده است، نام به نام. خاصتا در کتاب کشف الظنون حاجی خلیفه نامهای همونا را آورده است. اکثریت شو تا امروز نرسیدیند، نام شو هست اما همون کتاب حالی وجود ندارد، شاید در طول تاریخ از بین رفته است، اما نام 27 اثر امام بخاری ثبت شده است. از جمله کتاب جامع الصحیح که همه ما و شما او را میشناسیم، کتاب تاریخی کبیرش که درباره او با شما صحبت کردیم که التاریخ الکبیر دارد، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، هم تاریخ کلان، هم تاریخ میانه، هم تاریخ صغیر که در اوجا رجال حدیث بیان کرده می شوند. این چنین امام بخاری رساله های زیاد دارد، مثل رفع الیدین فی الصلاه، بر الوالدین، نیکی و احسان در حق والدین، کتاب الکنا و الاسامی دارد، کتاب الضعفا دارد، الکتاب المبسوط دارد، الجامع الکبیر دارد، المسند الکبیر و غیره و هاکذاها که جمع الجمع عددشو به 27 میرسد. اما در میان کتاب های امام بخاری بزرگترینش همین کتاب صحیح است که نام پره آن الجامع الصحیح المستند المختصر
من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه می باشد. بزرگترین کتاب امام بخاری و بزرگترین کتاب بعد قرآن عظیم شان همین جامع الصحیح امام بخاری است. انشالله در اطراف همین کتاب صحبت میکنیم. کتاب جامع الصحیح امام بخاری در طول 16 سال حیات خیش نوشته است. امام بخاری خود روایت میکند که برای جمع این کتاب 16 سال حیات ما صرف کردم. در کتابخانه نه، در بالای شتران، در سیر، در سفر، در جمع آوردن حدیث. شما گمان میکنید این حدیث جمع آوردنش آسان است؟ بعضن ها میشد بر روایت خود امام بخاری که نزدی 10 ها شیخ میرفته، میگه هر کدامش هزارها حدیث داشتن، اما از بس که همون شیخ یک علت دارد، ضعف دارد، همه حدیث را ترک میکرده، با یک روایت شده نمیگرفتم. یک شاگرد داشت با نام ابو حاتم وراق که وراق کاتب امام بخاری بود. یک روز در مسئله یک حدیث اندکی به شک سوال کرد. گفت یا ابو حاتم تو گمان میکنی من تدلیس میکنم؟ تدلیس اصلا معنی لغویش پوشاندن عیبی مبیع است، پوشاندن عیبی کالا. وقتی که تاجر عیبی کالا جانا میگه و در یک کس فن میکنه بفروشش، همین تدلیس است. اما در علم حدیث تدلیس 3 نوع میشود: تدلیس در اسناد، تدلیس در شیوخ و تدلیس تسویه. تدلیس در اسناد که بدترین تدلیس است، آن است که یک شخص از یک شیخی که با او ملاقات کرده است اما همون حدیث نشنیده است، به لفظ روایت میکند که خواننده یا شنونده گمان میکند که همه حدیث از همون شنیده باشد. همون آدم واقعا ملاقات کرده است، در صحبت 6 بوده است، اما همون حدیثی را که روایت میکنه از اون مرد نشنیده است. اگر بگه حدثنی فلان، فلانی مرا حدیث گفت، دروغش که فاش و ابدالآباد دیگه یگان روایتی را کسی قبول نمیکنه. از همین خاطر بعضیش احتیاط میکردن، بعد نمیگه که حدثنی فلان، میگه قال فلان، فلانی گفت. اگر سختش بگیرن که تو اخی خونه در بلنده که تو فلانی را همین حدیث ایو نشنیدی، ای که جا میگوی، میگه اخی ایدهانی مردم شنیدم که فلانی گفت، یا عن فلان میگه از فلانی، میگه ای فلانی روایت چی دست اخی، من ایدهانی خچم نشنیدم باش، من دیگر رو شنیدم. ایره تدلیس میگن در اسناد. این بسیار یک فن نازک است. ایره فقط همون ماهرای علم حدیث میتونن معین بسازن. تو گفت گمان میکنی من تدلیس کنم؟ من گفت برای آن که در حق یک شیخ یک آدم گفته است که همین سوء حفظ است، قوای حافظش ضعیف است، 10,000 حدیث پرت افتم. از بحر 10,000 حدیث گذاشتم برای آن که در یکی از راویای همون حدیث نظری بود یا نظری اندکی بود. تو گمان میکنی که من به خود جرأت میکنم تدلیس میکنم؟ خود میگه که از میان 600,000 حدیث ارامی 7,563 حدیثی صحیح خود من نوشتم. جامع صحیح از میان 600,000 حدیث انتخاب کردم. سبحان الله. هر باره که حدیثی را میگم میخواستم در کتابم ثبت کنم، در ابتدا غسل میکردم، بعدا 2 رکعت نماز میخواندم و بعد از آن در کتاب ثبتش میساختم. انا این مرتبه و منزلت میگن. از این خاطر است این کتاب به این بزرگی امروز در عالم نامآور گشته است. کتاب جامع الصحیح 97 کتاب 3450 باب رو در بر میگیرد. در مسئله عدد احادیثش قولهای مختلفه زیاد است، اما تحقیقهای اخیری که علمای علم حدیث کردن در اکثریتش من نظر کردم همه 7563 تا میارن. البته به حساب معلقات بخاری. و این کتاب جامع الصحیح کتاب است که هیچ یک مخلوق چنین کتابی در تاریخ ننوشته است و در آینده هم نوشته نمیتونه. صحیح در این کتاب بعد قرآن عظیم شان باشد، دیگه در این موضوع چی گفته می شود؟ شیخ شمس الدین ذهبی بزرگترین رجال شناس اسلام میگوید صحیح امام بخاری بزرگترین کتاب در اسلام بعد قرآن عظیم شان محسوب می شود. ببینید شیخ ابو نصر عبیدالله سجزی
در کتاب ابانة الکبری فی القرآن روایت کرده است، میگوید با اجماع علمای اسلامی از فقها و غیر فقها، اگر شخص بالفرض قسم به طلاق زنش خورد که در جامع صحیح بخاری یگان حدیث ضعیف نیست، همش صحیح هستند، اجماع علمای اسلامی ثابت است که زنش طلاق نمی شود، یعنی خونیست نمی شود. شما بفهمید چی گپ است؟ قسم به خدا من حاضر نیستم که برای یک صحیفه یکی نمیده رونویس شده است که قسم به طلاق زن بخورم، زیرا شاید اونجا تصحیف شود. خاصتا امروز که جوانای ما دیگه علم نخونن، از مکتب بگریزن، در یک دیکتانت می نوشتگیشو 100 خطا میکنن. شما ببینید بزرگی کتاب تا کدام درجه است که علمای اسلام اتفاق دارن که اگر شخص قسم به طلاق زنش بخورد که در صحیح امام بخاری یگان حدیث ضعیف نیست، زنش طلاق نمی شود. یا الله، از این بزرگتر دیگه مرتبه و منزلت از کجا می جویید؟ امام نووی شارح مسلم، یک عالم بسیار بزرگ، محدثی بزرگ، مفسری بزرگ، میگوید در صحت صحیحین، یعنی در صحت صحیح بخاری و صحیح مسلم، اجماع علمای اسلامی و وجوب عمل به این احادیث ثابت است. وجوب عمل به صحیحین. شیخ بدرالدین عینی، یکی از بزرگترین محدثای حنفی مذهب، که کتاب صحیح بخاری را طبق مذهب امام اعظم ابو حنیفه در نظر دارم، همه حدیثای احکام شرح توضیح میدهد. کتاب دارد با نام عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری که از بزرگترین کتب شرح بخاری محسوب می شود. بیان کرده است که علمای شرق غرب اسلام، یعنی علمای عالم اسلام، اتفاق بر آن دارند که صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شان در تاریخ بشر صحیحین است، صحیح بخاری و صحیح مسلم. یا الله، اگر تا صبح گپ زنیم گپ مخلص نمی شود در این موضوع. شاه ولی الله دهلوی، شاه محدثین، شاه مفسرین هند، شیخ الهند، وقتی که درباره صحت بخاری و مسلم روایت میکند، بعدا میگوید هر ضعیفه، هر ببصره، هر خیرسره اگر طعن بر اید بزرگوار وارد کند، او حقوق مسلمان نامیدن ندارد، او از راهی که عامه مسلمانان اختیار کردن منحرف شده است. زیرا بر صحت این کتاب علمای اسلامی تصحیح گذاشتیان، صحت ثابت کردگیان. شیخ ابو زید مروزی میگوید در حرم بودم، باره میگوید خوابم برده است، در میان رکن و مقام حضرت ابراهیم خلیل، ناخوش در خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم. آمد گفت یا ابو زید شرم نمیداری؟ چرا کتاب های شافعی را درس میتی و کتاب های مرا درس نمیگوی کتابی مرا؟ شیخ ابو زید مروزی یکی از علما و یکی از مجتهدای مذهب امام شافعی است. گفت یا ابو زید تو چرا کتاب های امام شافعی را درس میگویی و کتابی مرا درس نمیگویی؟ میگه بهت زده شدم. گفتم یا رسول الله کتابی تو کدام کتاب است؟ گفت جامع صحیح امام بخاری، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع صحیح به خود نسبت داده. ابن خلدون در مقدمش میگوید که من از شیخ‌های زیادم شنیدم که در ذمه امت اسلامی نوشتن شرح کامل بر صحیح بخاری فرض گشته است. اگر مسلمانا بر صحیح بخاری یک شرح کامل ننویسن، همش ترک فرض کردن، فردا در پیش خداوند جواب میگن، فرض کفایه گشته است. و الحمدلله و المنه علمای اسلامی کمر همت بسته و بر صحیح بخاری شرح کامل نوشتند و این فرض کفایه را از ذمه مسلمانان ساقط کردند. چند از شروح امام بخاری را با نامهاشو بیان میکنم انشاءالله، وقت هم کم مانده است. بزرگترین شرح بخاری موافق قول اکثر علمای حدیث
و علمای اسلامی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن حجر اسقلانی است. این شخص صحیح بخاری را به حد شرح نوشته است که امام شوکانی میگه بعد از فتح دیگه هجرت لازم نیست. الفتح لا هجرت بعده، یعنی که برای جستجوی حدیث، برای تتبع حدیث دیگر هجرت لازم نیست. هر کسی که کتاب همین فتح الباری را داشته باشد برای او را کافی است. هر حدیثی را بخاری روایت میگیره، باور کنه حرف به حرف، کلمه به کلمه، احکام جدا، تاریخ جدا، رجالی را که بخاری روایت میکند جدا جدا بیان ساخته است. این مرد واقعا بسیار شخصیت بزرگ است. ابن حجر اسقلانی در میان محدثای ما یکی از محدثای بزرگ در نظر دارم، شخصی بود با نام دارقطنی. عقب طالب علم و علما الحمدلله میشناسنش، نه که اکثر مردم نمیدونن. سنن الکبرى دارد، کتاب‌های زیاد دارد، بسیار محدثی بزرگ است، اما متاسفانه در مسئله صحیحین اندکی به خطا راه داد. موافق همو تعلیقات خود، موافق اصولی که پیش گرفته است، از میان صحیحین به زعم خود گویا که 210 حدیث ضعیف یافته است که از همین 210 حدیث 32 حدیثش متفق علیه است که هم بخاری و هم مسلم روایت کرده اند. 78 حدیث بخاری از بخاری است، 100 حدیث از صحیح مسلم. ابن حجر اسقلانی در هدی الساری، یعنی در مقدمه همین فتح الباری، تمام همین 210 حدیث هم میارد با دلیل حجت نادرست بدن قول دارقطنی را اثبات کرده است جوان مرد. البته او فرضی را که در ذمه امت اسلامی گذاشته شده بود که باید البته صحیح بخاری را شرحتن ابن حجر اسقلانی ادا کرد، الحمدلله و المنه. دوم شرح بزرگترینش نزد ما احناف ما یکمش حساب میکنیم، عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری علامه بدرالدین عینی. بعضی از محققان واقعا عمدة القاری را از فتح الباری بالا گذاشتند به سبب بعضی عملهای بیشتر و زاییتر که هم از نظر نحوی و از دیگر نظرها هم شرح توضیحات بیشتر داده است علامه بدرالدین عینی. دیگر از کتب بزرگ معتبر ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری می باشد علامه شهاب الدین قسطلانی مصری و غیره و هکذاها کتاب ها هستند. علما میگویند از 59 تا 82 شرح کامل و شرح مختصر بر صحیح امام بخاری نوشته شده است. تصور بکنید کدام کتاب اینقدر تحقیق کردیان. این بود شاید که این حجتی که من براتون میگم، این سند من برای شما بیان کرده استم کهنه شده باشد، زیرا عالما امروز هم قرار نیستن، امروز هم شرح توضیحات زیاد می نویسن. یک دو سه کتاب خواندم، مثلا در اونجا سخن درباره فیض الباری نمی رود، شرح صحیح بخاری فیض الباری انورشاه کشمیری عالم بزرگ هندوستان ایرا بیان نکردیان. پس از این معلوم میگرده که الحمدلله علمای عالم اسلام درباره صحیح بخاری تا حاضر کوشش غیرت و سعی تلاش به خرج داده ایستاده‌اند، شرح‌های خوب نوشته ایستاده‌اند و الحمدلله و المنه کسایی که میخواهند صحیح بخاری را کامل و مکمل درک کنند میتوانند که به همین شرح‌ها مراجعت کنند، زیرا تمامی چیزایی که میتونه در ذهن انسان شبهه بیارد، تمام کلمه‌های مجمل، کلمه‌هایی که مشکل فهم هستند، هم از لحاظ لغت هم از لحاظ مثلا معنا، همه یورا شرح توضیح دادن. این بود سخن چند درباره امام بخاری بزرگ و درباره صحیح امام بخاری و درباره شروح آن. من یک چند دقیقه را جدا کردم به خاطر چی؟ برای آن که با جوانان مراجعت کنم، با پدران که فرزند دارن مراجعت کنم که شما ببینه این درجه و منزلت امام بخاری با چی دریافت، با چی؟ با علم بود که بخاری را بخاری گردان. اما طلب علم بود که امروز شرق غرب همه امام بخاری میگویند. طلب علم بود که صحیحش در پایه و در حد نوشته است که بعدی قرآن عظیم شان بزرگترین کتاب است
حالی ما فقط در برای شرح‌های صحیح گفتیم. باور کنید اینجا سخن زیاد است، من نمیتونم همه او را برای شما بیان کنم، زیرا وقت ما بسیار تنگ است، ضیق است. و الا در کتاب ها آمده است 29 شخص معروف و معتبر اسلامی بر صحیح بخاری حاشیه نوشتند. 16 شخص عالم معتبر مقدمه نوشتگیان بر صحیح هایی که چاپ میشوند. مقدمه 16 شخص معتبر. 15 بزرگمرد صحیح بخاری را مختصر کردیان، یعنی حدیثایی را که تکرار میآیند تکرار را پرتفتیان، فقط هم حدیثای یک بارش گرفتیان. این مرتبه و این منزلت به بخاری از کجا دست داد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خواب یک عالم بزرگ، یک مجتهد شافعی مذهب داخل میشود و میگوید که چرا کتاب من یعنی صحیح بخاری را درس نمیگویی و کتب فقهی شافعی را درس میگویی؟ همش به شرافت علم بود برادرای عزیز. بخاری تا آخر از طلب علم باز نایستاده است، همیشه در طلب علم بود. از خردسالی تا کلام بزرگسالی همیشه در طلب علم بود، علم طلب میکرد. واقعا مرتبه و منزلت شخص میتواند که توسط طلب علم بیاید. مرتبه و منزلت عالم نسبت عابد همیشه بالاتر است. عابد کسی را میگن که دائم به عبادت مشغول است. حتی بعضی از عابدا است که سر از سجده الهی نمیبردارند، همیشه به ذکرند، همیشه به یاد خدا هستند. عابدای تاریخ یاد دارد که مردم را ترک کردند، دنیا را ترک گفتند، بیرون از شهرها و بیرون از دیهات در کوه و نمیدونم در دشت ها و مرغزارها خیمه زده و به تنهایی به عبادت خدا مشغول هستند. ببینید مرتبه علم طالب علم اندک از مرتبه همو بالاتر است. امام ترمذی روایت میکند از ابو امامه باهلی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: ذکر لرسول الله صلی الله علیه و سلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم. میگه در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر دو مرد کردند، از دو شخص سوالش کردند که یکیش عالم است، دیگری عابد، فقط به عبادت مشغول. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است بر کمترین شما. انا چقدره که من مرتبه و منزله دارم در پیش خدا و در جامعه نسبت کمترین شما از روی درجه و منزلت، عالم نسبت عابد انا قدر فضیلت دارد. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گردسد خشت است خود را ره کند. زیرا شیطان خشت طاعت میکنه، اگر دست خشت هم که مانی یک روز رخ نمیکنه، زیرا علم نداره. عابدی که علم نداره زود گمراه میشود. نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. خواب عالم از عبادت بالا است. میگه چرا؟ علم دریای است به حد و کنار، طالب علمند غواص بحار. این علم یک دریای به حد و کنار است و طالبای این علم است، یعنی غواصای هستند که لعل و یاقوت و مرجان از زیر آب در و مروارید و مرجان خارج میکنن. لعل و در و مروارید و مرجان چی است؟ یعنی علم است که به مردم علم آموزند، مردم از گمراهی نجات میدهند. دیروز در یک معرکه شش بودیم، یکی از شاگردامو روزه گرفته است. اگه بیچاره خودش طالب علم مسافر در معرکه تمام وردگی محیا، اگه این روزدار است همه آش میزنن، آش پلو، این همه خاموش سرش خم. بعد داملو دولت مراد جانشین من سوالش کرد که چی در دوری نمیخری؟ گفت روزدارم. گفتیم خدا جانی ترا مست کنه که تو مگر نمیدونی که در ایام منهیه روزه گرفتن درست نیست؟ آخه امروز روزی 12 ذوالحجه، تا حق نداری امروز روزه بگیری. ایام منهیه 5 روز هستند: عید رمضان، عید قربان و 3 روزی بعد عید قربان. این عادت داشته است روزای پنجشنبه روزه گرفتن. تیز آش بخور، در جان شیرین آش پلو زد،
شب بعد شام دیدمش شاگرده وقتش چاق هیچ خاک نیست چی بخره دیگه او در ببینه رزق روزی را خدا براش مهیا کرده است از روی نادانی و جاهلی همو را خچ محروم کرده است. ببینه این مرتبه و منزلت علم تا کدام درجه است. این عالمان نباشند مردم راهنمایی و هدایت نکنند گمراه میشوند. پس باید در طلب علم باشیم برادران، علم جستجو کنیم. علم فقط علم دینی نمیشود، همین علم دنیوی علم است، زیرا علم دنیوی باعث پیشرفتن جامعه می شود. علم دنیوی باعث نکو احوالی و سبک شدن زندگی مردم می گردد. از برای ثواب اگر همین تلفن اختراع نمی کردن چقدر مردم در عذاب بود. ما دانشجو بودیم، استودنت در 82 میکرورایون در نزد یک بودکه تلفن می رفتیم 10-15 آدم نوبت استودیان تنگای دتینا می پرتفتن و تلفن میکردن. حاضر دیگه خورد و بزرگ کودک زن همه در دستاشو تلفن هر وقت که جای بخواهند زنگ میزنن. البته این تلفن کمبودی ها دارد اما فایده و منفعتاش زیاد است. خدای نکرده یک جنازه شب میشد زمان پیش ماشین میفرستادن آدم نمیافتن که بعضی خیش تبرو را خبر کنن. اولی چی تلفن میگیره در بین 5 دقیقه تمام خیش تبری میت دعوت میکنه به جنازه یا به امر خیر به کاری خوش. همین توسط علم است برادران. به علم به جای نمیرسیم. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم به جوانامون، طلبه های مکتب خاصتا دانشجوها که در ساعت درسی بسیار خواهش میکنم درستونم قدم بدونه، درستونم قدم بدونه. فضل العلم خیر من فضل العباده، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. امام طبرانی در اوسط و امام بازار در کشف الاسرار به اسناد حسن آورده است که فضل علم از فضل عبادت بالاتر است در پیش پروردگار. بعضی کارهایی هست که اگر همون علمی همون را ندونه به جای نمیرسیم. بوینگ وقتی باری اول آوردن تاجیکستان یک پیلوت نمیآورن که بوینگ اداره کنه و پرونه. یک تاجیک مسلمان یافت نمیشه که همون بوینگ اداره کنه. با چندین هزار دلار شرطنامه بسته و یک پیلوت خارجی را سفارش کردن گرفتن آوردن. عیب شرمندگی نیست؟ مملکتی که دولتی که الحمدلله صاحب استقلال است 7 میلیون اهالی دارد پیلوت نداشته باشه که یک بوینگ اداره کند. ما باید پیلوتامو زیاد باشد، انژینیرامو زیاد باشد، عالمامو زیاد باشد. باور کنید تا زمانی که علم از خود نمیکنیم پا فراختر گذاشته نمیتونیم. یک عمر منت شنوی دولت‌های غرب میمونیم. هر علم در جای خودش زیبنده است. واقعا اگر یک اپندیسیت شوه او را به خوندن نشوه، اپندیسیت باید ببری بگیریش. او را با علم حدیث نشوه چیکار میکنی در این حالت؟ اگر یک البته که قرآن و البته هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به هم طلب علم دلالت کردیم که همون علم بخونه بآموزه. یک جراح لازم است که او را چاک کنه و خارجش بسازه همون جراحته. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم برادرای عزیز، قسم به خدا من شما را دوست میدارم. قسم به خدا وقتی که من در مسجد جوانا را میبینم روحم بالیده میشود. از منبر پیغمبر گفتم. اما شما هم یک چیز بفهمید که مرتبه علم از مرتبه عبادت بالاتره. علم از خود کنید، برای عبادت علم ترک نکنید. همون نماز انشالله این نماز جمعه را دیرو نکردی، درس تا ترک نکن. نماز پیشین انشالله وقتی که اومدی میخونی این خدای بزرگ هم اجر ثوابی خوندن نماز برات عطا میکنه، هم اجر ثواب طلب علم. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه، رواه مسلم. امام مسلم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است هر کسی راهی را اختیار میکند برای طلب علم خداوند راه جنت برای آسان میگرداند. از همین خاطر علم به آموزه، صاحب علم شید، صاحب معلومات شوید، دانشمند شوید. از شما عالمای بزرگ پا به عرصه هستی بگذارند تا ما افتخار کنیم که الحمدلله او پروفسور او شخص قوم مسجد ما است. این ایش عالم بزرگی که صدها کتاب دارد این قوم مسجد ما است. ما به شما افتخار میکنیم، شما افتخار مسجد میشوید، افتخار جامعه میگردید. اما اگر نکردیم
همه از درس دور گرفتیم. پدرها گفتن که خیلی فرزندم کلاشید روسیه میره و کار میکنه، در سعی تلاش نافتیدن که همون فرزند تعلیمی باب تعلیمی کامل دهن. در اون صورت وای به حال ما که همه خیلی مستر بیچاره و درمانده باقی میمونیم. در آخر یک نظمی را انشاءالله از مولوی روم براتون میخونم و بعد نماز جمعه را شروع میکنیم. مولوی میفرماید آن یک نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی با نمود آن حق پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. یک عالم صرف نحوی عربی یک روز در دریای دجله میآید، در یک زورق میشیند. زورق نو در مابین رونده است که مراجعت میکنه که این مردک به همه علم خودش فخر میکنه. زورق رون ملوح میگه که برادر علم نحو میدونی؟ گفت لا. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نه. گفت نیمی عمری تو شد بر فنا. نگاه کرد که میانه عمر است. بچه گفت نیمی عمر تا از دست دادی، تا به حال که علم نحو نه آموخته باشی وای به حالت، نیمی عمری تو به بهوده گذشت. دل شکسته گشت کشتیبان زیتاب، لیک آن دم ماند خاموش از جواب. دلش رنجیده چی بگه که ایره بخوی. باد کشتی رو به گرداب فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هجدانی آشنا کردم بگو. قدرت خدای تعالی زورق اومد در یک گردباد غلطید، گرداب ده. ملوح با عالم نحو گفت که مردک آبازی را بتونی؟ هجدانی آشنا کردم بگو. گفت نه از من تا سباحی مجو. گفت از عالم نحو آبازی میپرسی؟ من ای کجا میدونم من عالم نحوم؟ گفت نیمی عمر، گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. نباشه گفت ما را نصف عمرمو برباد شده باشه، ترا کل عمرت فنا شد. کشتی در گرداب غلطید، آبازی را که دیگه هیچ علاج دیگه نداری. بعد حضرت نصیحت میکنند فقه نحو صرف در کمامت آمده یاری شگرف. هر یک علم به جای خودش زیبنده، هر یک علم در موضع خودش زیبنده. عالم باشه که علم تفتازانی را داشته باشه، سعد دین تفتازانی را، نه که وقتی که زنش فرزند کرد به هم یک گهواره اساس کن محتاج می شود. تا زمان هم گهواره را راست نکنن، نه تنش از کجا پیداش بکنن. از همین خاطر طلب کردن علم، هم علم دینی هم علم دنیوی، به نهایت برای ما مهم است. جوانای عزیز بسیار التماس میکنم بخوانید درساتونه، درس از خود کنه با افتخار، با سری بلند، با آبرو و عزت. من میخوام که تمام عالمان، تمام دانشمندان، تمام طلبه های فعال مکتب همون نمازخوانه باشن. انشالله این نمازخانه ما همین امکان دارن. بعد با افتخار وقتی سوالش میکنن که برادر این مرتبه و منزلت از کجا یافتی که تو پروفسور علمی تیپ شدی؟ بگه که از مسجد، از نماز یافتم. نمازم میخوندم، از خدای تعالی طلب میکردم، خداوند دادم. ببینه ایش یک تبلیغی میشود برای نماز، یک تبلیغی میشود برای اسلام. پروردگار و صحبت و صحبتی معاصر گردان. خداوند روح امام بخاری و روح علمای علم حدیث و علمای علم فقه و دیگر علمای بزرگ اسلامی را شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان از صحبت امروزه. و پروردگار و مساعدت فرما که مردم مسلمان ما چنگ به علم دانش زده و از میان خود، از جگر خود فرزندان برومند صالح عالم مثل بخاری و مثل سینا و مثل بیرونی و مثل عطار و مثل دیگر بزرگانی که امروز عالم اسلام حتی که تمام جهان با نام اونها افتخار دارد خارج سازند. خداوند طاعت مونه به درگاهت قبول و مقبول ساز و روزی شریف جمعه و این نماز از برای جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.